مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه میگه منم داشتنی رو های گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام. یه خبر دقیقی پیش به دست ما رسید، گفتیم که براتون اعلام بکنیم این که چند نفر از حالا اونجوری که در رسانه ها گفتن اشرار با این واژه در خیابان خاتم الانبیاء تهران در منطقه افسریه اسلحه کلاشینکوف و نمیدونم 2 کلت کمری و شمشیر و خلاصه هرچی وسیله جنگی و غیر جنگی بود گرفته بودن دستشون و توی خیابون شروع کردن به تیراندازی جلوی یک قهوه خونه که حالا اونجوری که در خبرها اومده تصویرش هم البته می‌بینید، تصاویر زیادی مخابره نشده. با تیراندازی به قهوه خونه یک جوان مورد هدف گلوله قرار گرفته که از ناحیه پهلو زخمی شده. تیرها میگفتن بی هدف شلیک میشده که به یک کودک 7 ساله هم خورد و یک تیر هم به صورت آبری که وسط خیابون بوده و یه شخص دیگه هم تیر خورده که گفتن 13 تا تیر هوایی هم شلیک کردن. تعدادی نارنجک هم تو خیابون منفجر کردن که بعد از اون هم چندین تا ماشین پلیس و 2 تا آمبولانس هم به محل حادثه اومدن. کلا انگار میدون جنگ بوده و بریم اول این تصاویر قهوه خونه رو ببینیم که توش تیراندازی صورت گرفته. البته میگفتن روبروی قهوه خونه بوده، توی قهوه خونه هم یه سری افراد مثل که حالا تیر خورده بودن. البته اینو در خبرها اعلام نکردن، شاهدان عینی اعلام کردن. ببینید تصاویرشو. یک ساعت و نیم پیش داخل تیراندازی صورت گرفته. رد بکنید یا مشاهده میشه مثلا جای گلوله جای دیوارهای این قهوه خونه دیده میشه. این هم جای گلوله هاست. 1 2 3 4 5 بیشتر از 8 جای گلوله فقط توی این نقطه از دیوار دیده میشه. پایین‌تر هم رد خون مشاهده میشه. سعید یقینی باشتر خبرنگار میشه. از اول بگم نگاه کن، خونمون نشسته بودم داشتم آشور رو میخوندم، بعد دیدم صدای تامین طرقه شب 4 میشه، گفتم هنوز که 3-4 ماه دیگه به عید مونده. بعد از دیدم که صدای شیشه میاد، از این نگاه کنیم تیر اندازی در اون مغازه است. بله این تیر اندازی هی داره تیر میزنه. گفتم بس برم از این تو نگاه نکنم، دیدی تیرم زدم به خونمون. ولی دیدم ماشین ما رو خراب چه کسر شیشه شد. بله بعد دیگه اومدم زنگ زدم به عروسم که بیا ماشین رو دارن در به داغون کردن بیا. بعد دیگه مردم ریختن پر شدن، جمعیت ریختن. تو بچه همسالم و اینجا تیر خود از تیر از دستش را به تو پاش کمچه خونا داشت میریخت. بله تصاویر دیدید، عجیب و غریبه دیگه. یعنی فکر کنم دیگه باید بگیم تگزاس نه تهران. البته جانشین رئیس پلیس تهران بزرگ هم چند ساعت بعد مصاحبه کرده و گفته که در جریان تحقیقات مشخص شده که 3 نفر به دلیل درگیری با هم دیگه در قهوه خونه شروع به جدل میکنن و این درگیری به داخل خیابون کشیده میشه که در جریان شیشه حدود 7 خودرو و قهوه خونه تخریب میشه. گفته که 2 تن دچار مصدومیت شدن که یکی از مصدومان مرد و حدوداً 25 سالشه که در قهوه خونه حضور داشته که از ناحیه شکم و 1 نفر پسر 13 ساله هم از ناحیه دست و پا هدف گلوله فرد مهاجم قرار گرفته که با هماهنگی صورت گرفته به بیمارستان منتقل شده. موضوع تروریستی بودن صحیح نیست و این حادثه در پی بروز اختلافات و درگیری‌های شخصی 2 نفر رخ داده. در این زمینه هم گفته که پرونده تشکیل شده و تیم ویژه‌ای از ماموران پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی و پلیس امنیت خلاصه هر چی دم دست بوده رسیدگی به اون رو در دستور کار خودشون قرار دادن و برای اطلاعات اولیه عاملان اون هم شناسایی شده. فرض کنم ساعت 20:15 یک مورد درگیری مسلحانه به کلانتری 157 مسعودی ما در محله اصلاح آباد گزارش میشه. پس از صدور عوامل انتظامی و کلانتری مشخص شده که یک دستگاه پژو پارس سفید رنگ که 3 یا 4 نفر مسلح بودن به سمت یک قهوه خونه و تعدادی از ماشین‌های عبوری تیراندازی داشتن. تعدادی از خودروها رو تخریب کردن با شمشیر و قمه و به سمت قهوه خونه هم شیشه رو تخریب کردن که متاسفانه یک جوان 35 ساله که راننده بوده و به صورت عبوری هم گذر داشته اونجا فوت میکنه و 1 نفر جوان 27 ساله هم در داخل قهوه خانه
زخمی شده و متاسفانه یک پسر بچه 13 ساله هم در داخل همون خیابون زخمی شده. حالا بررسی‌هایی که همکارای من داشتن مشخص شد یک تعدادی از اراذل اوباش سابقه دار بودن که شناسایی شدن و به نیت و قصد انتقام جویی به اون سمت قهوه خونه اومدن، به قول معروف انتقام بگیرن و با این تیراندازی متاسفانه اون جوان رو به هر حال فوت شده و این خسارت رو به بار آوردن. درست. خیلی ممنونم از توضیحات شما. اگر انشالله همکارانم گفتم اینا شناسایی شدن، در کوتاه‌ترین زمان انشالله اینا رو ما دستگیر خواهیم کرد و با هماهنگی مقام محترم قضایی و اشد مجازات خواهیم رسید. اینا انتظار داشته باشید. به هر حال اراذل اوباش بودن و به قصد انتقام جویی با اون اراذلی که گویا یک دو شب قبلم در همون قهوه‌خانه درگیری داشته مراجعه کردن و این اتفاق پیش آمده. البته خب می‌دونید دیگه توی ایران جدیدن هم نه که چند سالی هستش که سیستم شناسایی بر پایه تجهیزات گوگل ارت هستش که از که اطلاعات امنیتی ایران خریداری کردن و گوگل ارت هم اینطوری هستش که مثلا اگر یه ماشینی رأس ساعت مثلا 8 شب 9 شب بره توی یک قسمتی پارک بکنه و حالا یک سرقتی از بانک انجام بده و ماشین حالا سرقت انجام داده و بره، تصاویری که از طریق گوگل ارت از بالا گرفته میشه دقیقا همون ساعت رو میرن چک میکنن و اون رد ماشین رو میزنن که به کدوم محل حرکت کرده و رفته، که از این تجهیزات اصطلاحاً گوگل ارتی دستگاه اطلاعات امنیتی ایران زیاد استفاده میکنن. برای همین هستش که خیلی راحت میتونن اشرار رو یا اون اشخاصی که حالا هرج و مرج ایجاد کردن یا اینجور اتفاقات عجیب و غریب تگزاسی و رقم زدن رو میتونن شناسایی بکنن. و جالب هم هستش البته جدیدن هم گفته شده که از تجهیزات ایمیج پروسسینگ هم استفاده میشه. حالا میگم که شاید به دردتون بخوره، تو این ویدیو فرصتی شده بگیم. تجهیزات ایمیج پروسسینگ هم اینجوری هستش که اگر تصویر یک شخصی رو توسط دوربین‌های مداربسته یا دوربین‌های سطح شهر بگیرن که داره تخلفی رو انجام میده، عکسش رو میگیرن و وارد سیستم میکنن و با توجه به اطلاعاتی که از کل مردم با توجه به ثبت اطلاعات در کارت ملی این افراد وجود داره، سریع اطلاعات اون شخص رو به دست میارن و از اون طرف حتی اگر این شخص وارد ایستگاه مترو بشه، وارد ایستگاه قطار بشه، نمیدونم سالن‌های فرودگاه بشه، به محض اینکه دوربین‌ها تصویر اون رو شناسایی بکنن فوری آلارم میده و میتونن اشخاص رو پیدا بکنن. این هم یک روش جدید هستش که بیشتر از این روش در حالا تظاهرات، در تجمعات استفاده میشه که تصاویر افراد رو میگیرن و شناساییشون میکنن. یک روش دیگه هم که وجود داره از طریق چیپست های کارت های هوشمند هستش که البته در خبرها اومد، حالا بعد پیگیری بکنیم که یک سری دوربینا هستن که با توجه به چیپست های کارت های هوشمندی که وجود داره و چیپست های پاسپورت هم اینجوری هستش که یه حالت چیپست توی پاسپورت هم وجود داره برای امنیتشون. دوربین های سطح شهر هم هست که این افرادی که کارت ملی توی جیبشون هست رو بگیرن میتونن فوری بر اساس امواج حالا مختلف رادیویی تخصصی هم هست بحثش، میتونن سریع اون شخص رو شناسایی بکنن و ردش رو بزنن، یا حتی بر اساس آنتن های موبایل هم چند وقتی هستش که این اتفاق میفته. شما اگر در یک محله باشید و حالا اونجا یک تخلفی انجام بدید یا تظاهراتی بکنید حالا یا هر چیز دیگه ای، قشنگ مثلا اگه 8 شب توی محله باشید و تظاهرات انجام بدید، 10 نفر باشید 20 نفر باشید، خب موبایلتون از طریق آنتن های BTS به اولین آنتن ارتباط برقرار میکنه. قشنگ مشخص میشه در اون منطقه چه افرادی بودن و چه خط موبایلی داشتن و خیلی راحت میتونن لوکیشن زنی یا نقطه زنی رو انجام بدن و افراد رو پیدا کنن که در کدوم منطقه هستن. و راه حلش این هستش که اگر حالا یه زمانی میخواید برید اعتراضی بکنید به گرونی یا چیز دیگه، کارت ملیتون رو با خودتون نبرید، یا اگر موبایلتون رو میبرید سیم کارتش رو حالا بر طریق حالا خاموش بکنید یا در دسترس قرار ندید که بتونن ردتون رو بزنن. راه حلش بود. حالا یه عده میگن که الان با این حرفا میخواد ترس به جون مردم بزنه. نه، اینا باید اطلاعاتیه که بدونن مردم و ما در رسانه‌مون سعی میکنیم که اطلاعات و آگاهی مردم رو تا جایی که میتونیم بالا ببریم. ولی خب از موضوع اصلی که این
اشرار و این اتفاقاتی که چند ساعت پیش در تهران افتادم غافل نشیم. حالا باید ببینیم که در روزهای آینده چه آماری رو اعلام میکنن. حالا رسانه هم شروع میکنن دیگه از فردا دیگه، یکی میگه 10 نفر، یکی میگه 15 نفر، یکی میگه فلان جریان تروریستی بوده، یکی میگه فلان نمیدونم تیم بوده و حالا شروع میکنن بافتن توهمات ذهنی خودشون و میگن که هرج و مرج بوده، برای گرونی بوده. هر کسی هر تخیلی که داره میگه و بعد منتظر باشیم ببینیم که چه آمار اطلاعاتی رو بعد از دستگیری این افراد حالا یا شناساییشون یا توجه به تصاویر دوربین‌های سطح شهر منتشر میکنن. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.